در پایتخت اوکراین شهر کیف بار دیگر بوی دود به مشام میرسد. روز پنجشنبه خادمان شهرداری کیف و خدمات امنیت سعی نمودند میدان استقلال مرکز آشوب‌های ابتدای سال روان را که با نام یورومیدان مشهور شده است از سنگرها پاککاری نمایند. باشندگان یورومیدان مقاومت نشان داده خادمان را به عقب نشینی وادار کردند. اعتراضگران میگویند آنها میخواهند سنگرها را نگه دارند تا حکومت تطبیق اصلاحات را ادامه دهد. سنگرهای یورومیدان در ماه ینور زمان آشوب بر ضد حکومت پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ بنیاد شدند. در کابل تفتیش دوباره 8 میلیون ورقه آوازدهی ادامه دارد و ناظران هر دو داوطلب کرسی پرزیدنتی این روند را مراقبت میکنند. نامزد عبدالله میگوید در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری تقلب وسیع مقیاس به نفع داوطلب اشرف غنی جای داشته است. ماه گذشته بحث ناظران دو جانب باعث شد که تفتیش ورقه های آوازدهی مدت متوقف گردد، ولی بعداً طرف ها به موافقت رسیده تفتیش را ادامه دادند. در شهر شرقی ترکمن‌آباد ترکمنستان مسافران زیاد مدت طولانی منتظر اتوبوس میباشند، زیرا شهر با کمبود این نوع واسطه نقلیات روبرو شده است. این کمبود زمان ظهور نمود که مقامات محلی از رانندگان خصوصی اجازتنامه نو طلب کرده شمار از رانندگان را از کار دور نمودند. در قزاقستان اعتراضگران در میدان نزد بانک مرکزی این کشور در شهر المعطا جمع شده با اشاره به بی‌قربشوی پول ملی این کشور تنگه بازنگری قرضهایشان را طلب کردند. نمایندگان اعتراضگران با منصبداران بانک ملاقات داشتند، ولی به گفته آنها نتیجه حاصل نشد. در مسکو با هدف تشویق یهودیان روسیه بر ریشه‌های دینیشان روحانیان و دانشجویان مکتب‌های یهودی از ایالات متحده آمریکا معرکه ترغیب آغاز نمودند. تشبثکاران کنیسه‌های سیار تشکیل کرده تصمیم گرفتند در دوام 3 هفته از 70 شهر روسی بازدید به عمل آورند.